امروز میخوام درباره اشتباهی صحبت کنم که کمپرهای تازه کار انجام میدن و بعدش هم حسابی پشیمون میشن. کمپ رفتن خیلی حال میده ولی فقط وقتی که حسابی آماده باشی. اگه تازه کاری یا حتی که چند بار رفتی و تجربه زیادی هم نداری، حواست به این چند تا نکته باشه. اول اینکه ضد آفتاب بزن و تجدیدش کن. فکر نکن چون هوا ابریه توی جنگلی احتیاج به ضد آفتاب نداری. اشعه یووی همیشه کار خودشونو میکنن، مخصوصا وقتی که توی فضای باز زیاد باشی. نکته بعدی این که سعی کن اسپری دور کننده حشره با خودت ببری. البته اگه میخوای کمپت زهره مارد نشه. نکته بعدی این که هوا رو چک کن. فکر نکن چون هوا گرم و تابستونیه شبا سرد نمیشه. اتفاقا شبا خیلی سرد میشه. نکته مهم بعدی اینه که سعی کن یه برنامه غذایی داشته باش. چیپس و باس توی کمپ خیلی جوابه. ولی بهت انرژی نمیده. سعی کن یه برنامه غذایی داشته باشی و موادی رو ببری که بهت انرژی هم بده در کنار اون چیپس و ماسته. نکته آخرم این که همه چی با بیمه ابوالفضل و به امید خدا و در لحظه درستش میکنم ننداز تو ماشین و برو. دونه دونه وسایلتو چک کن، مطمئن باش همشون کار میکنن. یه چک لیست هم داشته باش که ببینی همه چی با خودت بردی. اینا نکته‌هایی بودن که ما تو این مدت یاد گرفتیم. شما به این لیست چه نکته‌هایی اضافه میکنید؟ برامون کامنت کنید. خیلی دوست دارم براتون یکم صدای طبیعت بذارم. شیرازی‌های عزیز یکم سکوت کنید.